سلام به همه عاشقان ترس و هیجان. خیلی خوش اومدین به ویدیو امروز. اگه از اون دسته آدم‌هایی هستین که با دیدن یه فیلم ترسناک خوب هم میترسین، هم ذهنتون درگیر میشه و تا چند شب چراغ اتاق رو روشن میذارین، این ویدیو دقیقاً برای شماست. امروز قراره بریم سراغ 5 فیلم ترسناک برتر تاریخ سینما. فیلمایی که فقط برای ترسوندن ساخته نشدن، بلکه اومدن تا قوانین ژانر وحشت رو عوض کنن، استاندارد جدید بسازن و مسیر سینما رو برای همیشه تغییر بدن. اینجا خبری از ترس‌های سطحی و زودگذر نیست. قراره درباره آثاری حرف بزنیم که بعد از تموم شدن فیلم هم ولتون نمی‌کنن. پس اگه آماده اید صدا رو زیاد کنین، چراغا رو خاموش کنین و بزن بریم سراغ لیست. شماره 1 The Exorcist یا جنگیر بدون اغراق یکی از تأثیرگذارترین و ترسناکترین فیلم‌های تاریخ سینماست. فیلمی که زمان اکرانش باعث شد تماشاگرها از حال برن، سالن‌های سینما رو ترک کنن و حتی بحث‌های جدی مذهبی تو جامعه شکل بگیره. داستان درباره دختر بچه‌ای که به تدریج تسخیر یک نیروی شیطانی میشه و دو کشیش تلاش میکنن تا روحش رو نجات بدن. اما چیزی که جنگیر رو موندگار میکنه فقط موضوع جنگیری نیست. قدرت فیلم در واقع‌گرایی، فضاسازی سنگین، بازی‌های درخشان و حس درماندگی انسان در برابر نیروی ناشناخته است. این فیلم به جای استفاده از ترس‌های ناگهانی روی اضطراب، ایمان، شک و فروپاشی روانی تمرکز میکنه. با اینکه بیش از 50 سال از ساختش میگذره، هنوز هم دیدنش برای خیلی‌ها سخت و آزاردهنده است. شماره 2 The Shining 1980. درخشش فقط یه فیلم ترسناک نیست. این فیلم یک تجربه روانیه. استنلی کوبریک با وسواس همیشگیش اثری ساخت که حتی بعد از چند دهه هنوزم تحلیل میشه. داستان درباره نویسنده که همراه خانواده‌اش برای مراقبت از یک هتل متروکه به اونجا میره، اما کم کم عقلش رو از دست میده. هتل زنده است، گذشته داره و انگار روی ذهن آدم‌ها تأثیر میذاره. ترس در درخشش از سکوت در میاد، از راهروهای بیپایان، از قابهای دقیق و از نگاه‌های خالی. بازی جک نیکلسون یکی از ماندگارترین نقش‌آفرینی‌های تاریخ سینماست و سقوط تدریجی شخصیتش واقعا ترسناکه. شماره 3 هردیتری 2018. هردیتری نمونه کامل یک فیلم ترسناک مدرنه که با اعصاب بیننده بازی می‌کنه. این فیلم آهسته شروع میشه اما قدم به قدم تماشاگر رو وارد کابوسی میکنه که هیچ راه فراری ازش وجود نداره. داستان درباره خانواده‌ای که بعد از مرگ مادر بزرگ اتفاقات عجیب و تاریکی رو تجربه میکنه. اما ترس اصلی فیلم موجودات ماورایی نیست، بلکه سوگواری، افسردگی، گناه و جنونیه که نسل به نسل منتقل میشه. کارگردان با حذف جامپ اسکرهای کلیشه‌ای و تمرکز روی سکوت، قاب بندی و بازی‌های نفسگیر فضایی میسازه که به شدت خفه کننده است. هردیتری نشون داد که ترس واقعی همون چیزیه که آروم و بی صدا وارد ذهن آدم میشه. شماره 4 سایکو 1960. روانی فیلمیه که تعریف ترس رو برای همیشه تغییر داد. آلفرد هیچکاک با این اثر ثابت کرد که برای ترسناک بودن نیازی به هیولای فراتبیعی نیست. داستان با ریتمی ساده شروع میشه اما ناگهان مسیری رو میره که تماشاگر اصلا انتظارش رو نداره. صحنه معروف حمام هنوز هم یکی از نمادین‌ترین سکانس‌های تاریخ سینماست. ترس سایکو از اینجا میاد که شر کاملا انسانیه. این فیلم نشون میده که خطرناکترین هیولاها میتونن کاملا عادی به نظر برسن. هالووین 1978. هالووین فقط یک فیلم ترسناک نیست. فیلمیه که یک قاتل نقابدار رو به یه افسانه تبدیل کرد. مایکل مایرز بی هیچ دیالوگ، بدون هیچ گونه احساسی و حتی بدون هیچ توضیحی به یکی از ماندگارترین چهره‌های وحشت در تاریخ سینما بدل میشه. موجودی که فقط راه میره و تماشا میکنه. این فیلم با بودجه ناچیز ساخته شد، اما با فضاسازی خفه کننده، موسیقی مینیمال و فراموش نشدنی و تعقیب‌هایی که نفس رو در سینه حبس میکنن، مسیر ژانر اسلشر رو برای همیشه تغییر داد. ترس هالووین تنها جیغ و خون نیست، بلکه ترسش از نوع سکوته، از قدم‌های آهسته و از اون حس آزاردهنده‌ای میاد که مدام زمزمه میکنه تو تنها نیستی، یکی داره نگات میکنه. خب اینم از لیست 5 فیلم ترسناک برتر تاریخ سینما. آثاری که فقط برای ترسوندن ساخته نشدن، بلکه ذهن تماشاگر رو تسخیر کردن و برای همیشه موندگار شدن. حالا نوبت شماست. به نظرتون جای کدوم فیلم توی این لیست خالیه؟ حتما توی کامنت ها اسم فیلم مورد علاقتون رو بنویسین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشین، چون بعضی ترس‌ها هیچ وقت تمام نمیشن.